تراوی از 20 رکعت کاهش پیدا میکنه به چند رکعت؟ به 10 رکعت. 14.5 سال تاریخ مکه و مدینه میست که 20 رکعت خوانده شده. خود دلیل شده نمیتونه به ما شریعت داره، می حکومت ها میره و میآیا، افراد میره و میآیا، بادشاه ها میرن و میآیا. گفتم که من میپذیرم، قبول دارم که دین از او آمده خو ازش برآمده. شیطانه جنی خود حدیث میگه که بسته میشن در رمضان، خو شیطانه انسی باز میشن. این غضب است. شیطان جنی را خو که اعوذ بالله بگوی میگریزه، شیطان انسی نمیگریزه. اوی تو فتوحه داده میره 20 رکعت چی میکنی؟ 10 رکعت بخوان برو بخیر. او میگفت که تراویح یک نماز است که ملایه از خود کشیدن که تا این مردم مصروف نگاه بکنن. که سعودی عربستان اعلان کرده که به سالی که میای پیش روی داریم، تراویح از 20 رکعت کاهش پیدا میکنه به چند رکعت؟ به 10 رکعت. به نمازای که خوش هستن که نگو. که خوش هستن میگه این کار ما سبک شد. کار ما چی شد؟ یک خدا زده دگم بود، یک بروتو رفت مردار شد. او چی میگفت؟ او میگفت که تراویح یک نماز است که ملایه از خود کشیدن که تا این مردم مصروف نگاه بکنن. علی دهی فایده مولا چیست؟ چی فایده داره مولا که سری تو تراویح را زیاد کرده؟ ای تو فتنه ها سے باور بکنین. ای تو فتنه های دجال، فتنه های دجال. نعره تکبیر! ما عجیب، ما یک چند نفر در این گروپ گفتم عجیب است، از همین مردم فریب میخورن که سعودی عربستان از 20 رکعت به چند آورده؟ به 10 رکعت. یک استاد ما میگفت، میگه یک طالب یک شاگرد ما گفت که میرم در سعودی پانتون میخوانم و درس میخوانم در مکه و مدینه. میگه گفتمش که نرو. گفت چرا نرم؟ میگه برش گفتم که اون مردم بسیار پروژه ها سر از کار کرده، اون مردم دیگه از فکر جور نیستن، نه به مذهب چی و فلان، این گپا زیاد هست دوجا نرو. میگه با ما گفت که دین از موجه آمده. بگو از دین از کجا آمده؟ از سعودی. میگه برش گفتم که من میپذیرم، قبول دارم که دین از او آمده خو ازش برآمده. چی؟ ما قبول دارم که دین از کجا آمده؟ از امو آمده خو ازش برآمده. چند مدت قبل زنان برهنه را اوجا رقص دادن یا ندادن؟ به شکل خانه کعبه جای جور کرده بودن، شب و روزشان در غلامی امریکا. علی او خدای ناخواسته یک روز اعلان میکنه که می 5 وقت نماز به 2 وقت آمد، بازم خوش میشه، گپش میگیریم. خود دلیل شده نمیتونه به ما شریعت داره، می حکومت ها میره و میآیا، افراد میره و میآیا، بادشاه ها میرن و میآین، بادشاهی آمده و رفته. و دین ما خمو دین است، دین ما خمو یک دین است. ای 14.5 سال یک استاد پوهنتون مدینه منوره است. او یک کتاب نوشته کرده، عنوان و نام کتاب هم است که تاریخ 14.5 ساله 20 رکعت تراویح در حرمین، یعنی در مکه و مدینه. تاریخ چند صد ساله؟ 14.5 سال تاریخ مکه و مدینه است که 20 رکعت خوانده شده. هر که سعودی اعلان میکنه که از 20 به 10 میایه دیگه، ما حیران میمانم که بعضم مسلمان ها از این فریب میخورن که برو تراویح همی 10 رکعت. بعضم منتظر فتوی ازوا هستیم. با اگر منتظر فتوی ازوا میبودیم و فتوی ازوا را قبول میکردیم، خو جنگیدن با امریکا مو فساد میگفتش، ناروا او را جهاد نمیگفت. عالم برو کس پرسان کنه که مقابله امریکا چیست، مقابله اسرائیل چیست، میگه فساد است. اعلان کردن نه زمانی که از فلسطین و اسرائیل درگیر شدن و اعلان کردن که جهاد نیست. با امریکا و با فلسطین که جهاد نباشه دیگه کی باشه که کدیزو جهاد باشه در دنیا؟ نسل کشی کردن مسلمانان را در فلسطین و در 4 طرفش هیچ خبرم نیست. ما باز هم منتظر از امو مسلمان باشیم.
دای تفصیلی برتان گپ زدیم که 20 رکعت تراویح. چند رکعت تراویح؟ 20 رکعت تراویح. دی بسیار حکمت پروردگار هست، بسیار زیاد. 20 رکعت تراویح یک حکمت بزرگشی است. شام چقدر زیاد نان میخوریم، صحیح است؟ در افطاری حق 3 وقته را میخوریم. اگر 20 رکعت تراویح نخوانی هضم نمیشه. با وجود از اینکه 20 رکعت تراویح عبادت است، نماز است، سر به سجده به الله میفتیم، فواید دنیوی هم داره، از فایده خالی نیست. در ماه مبارک رمضان همین زور تراویح هست، همین زور روزه هست، برکت اینمی هست که وجود سبک، ذهن فعال، رفرش، شوقی عبادت، شیطانه بسته است. خوی شیطانه جنی خود در حدیث میگه که بسته میشن در رمضان، خو شیطانه انسی باز میشن. این غزل است. شیطان جنی را خو که اعوذ بالله بگوی میگریزه، شیطان انسی نمیگریزه. اوی تو فتوه داده میره 20 رکعت چی میکنی؟ 10 رکعت بخوان برو بخیر. باید به چنین فتوه ها ما شما فریب نخوریم. خدای نخواسته تو نیست که وحی علی میایو اون دا اوجا وحی آمده که علی 10 رکعت سو فلا. نه دینمو یک دین سو بس. درست؟ 4 مذاهب به اتفاق دارن که تراویح چند رکعت است؟ 20 رکعت است. ملا علی قاری رحمت الله علیه دیگر علما آنها اجماع نقل میکنن و اجمع الصحابه علی ان التراویح 20 رکعتا. اجماع کردن صحابه کرام که تراویح چند رکعت است؟ 20 رکعت است تراویح. علی فتوا را کشیدن از خود به این باید کس فریب نخوره.